بسم الله الرحمن الرحیم. به کمپاینی هویت خود را دریابید بپیوندید. تویی که اکنون این ویدیو را تماشا میکنی، من دشمن تو نیستم، هیچگاه نبودم. ما و تو از یک سرزمین هستیم، از یک خاک با ریشه های مشترک و فرهنگ کهن. تاریخی ما گواهی هست که در مسیر این سرزمین کناری هم زیستیم، رنج بردیم، افتخار آفریدیم. قومی ایماق یکی از اصلترین اقوام این سرزمین هست. ملت مستقل با فرهنگ غنی و تمدن کهن ایماق وابسته به هیچ قدرتی نبوده و نیست، بلکه با دست خود در دل این سرزمین تمدن آفریده. از منار جام که یادگاری شکوه‌ترین دوران غوریان هست تا مسجدی تاریخی هرات، از قبرستان‌های چند هزار ساله گرفته تا منارهای دلخراش، تاریخ همه و همه ردیپایی ملت ایماقند. فراموش نکنید که غوریان یکی از باشکوه‌ترین امپراتوران تاریخ و منطقه از دل امین ملت برخاسته است. سلطان غیاث الدین محمد غوری و سلطان شهاب الدین محمد غوری نه تنها که در افغانستان بلکه در قلب هند را فتح کرد و فرهنگ و تمدن افغانستان را با خود با آن سوی مرزها برد. وان امپراتوری با شکوه امروزه سندی زنده بر عظیمیت ملت ایماق است. ایماقا در طول تاریخ هیچگاه آغازگر جنگ و درگیری نبوده هند، اما همواره از خاک، هویت و مردم خود دفاع کرده هند. امروز هم با سلطلبی و آگاهی به دنبال آن هستیم که صدای هویتمان را بلند کنیم. ما خواهان آنیم که در تذکره‌های الکترونیکی همان گونه که در قانون اساسی و سرود ملی نام ایماق گنجانیده شده، این هویت به رسمیت شناخته شده است. این کمترین حقی هر ملتی است که تاریخ، ریشه و اصالت دارد. از تمام شما عزیزانی که این ویدیو را میبینید خواهش مندم که آن را جدی بگیرید و به اشتراک بگذارید و به کمپاین هویت خود را دریابید بپیوندید. وقتی آن رسیده که از یکی دیگر حمایت کنیم و هویتمان را با افتخار به نسل‌های بعدی انتقال دهیم. زنده باد ملت ایماق، زنده باد وحدت اقوام افغانستان، زنده باد عدالت و هویتی. با احترام، محمد نبی رضایی،
هیماق